میشه بریم بشینیم؟ برو بشین. خب بچه‌ها بریم سر درس خودمون. کی میتونه اسم یه سلاح ببره با قدرت تخریب و دقت بالا؟ دمپای ابری مادرمون. آقا یه جوری به هدف میخوره که ساچمه های تیربار میریزه. آقا کی میدونه اسلحه اتوماتیک یعنی چی؟ آقا اسلحه اتوماتیک کلاج نداره. جنگ سیستماتیک یعنی چی؟ تیکتاماتیک خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. اگه فهمیدم بعداً به همتون میگم. بهترین پناهگاه در زمان جنگ کجاست؟ آقا اجازه دستشوریه. ای بترکی تو. آقا بهترین پناهگاه جایی که شما باشین. آقا اگر در جنگ یکی از دوستان ما آسیب ببینه یا مجروح بشه برای روحیه دهی چه کار کنیم براش؟ آقا میگیم بیار بوس کنیم خوب شه. کی میتونه انواع توپ نام ببره؟ آقا توپ چلگی، بسکتبال، والیبال، فوتبال. توپ دور رود به واکله کچل. استتار یعنی چه؟ یعنی باشی ولی جوری وانمود کنی که انگار نیستی. اینو روزی 5-6 بار گوش بده، چون من راضی به بودن و نبودن حرف نمیزنم. نگو از چشم ابرو کار ما نیست، خریدارش دل بیدار ما نیست. دل ما عاشق راه و مرامه، نه هر آهو که زیبا میخرامه.